سروک ستونت هفبش لشکری امریکا ادمیرال مایک مولن دناو دیداره که تایبت دا لگل تلویزیون الحره بحث پرسید گریدایی به هرمی وکر دناو دا عراق، ایران، لیبیا و سوریه. لدمکی دا که وقت دیاریگری جبو و کشان سربازت امریکا لعراق نزیک دبید، هج به تمامی زلال نیه که سربازت امریکا دلگور برنامه پیشتر حتی دیاری کرن بین و کشان یا نه. ادمیرال مولن گوت هرچند سبارتمان یا نمان سربازت امریکا لعراقی چه دانستاند لنافبرا واشنگتن و بغداد دانینه لیدا زانین که آلیت عراقی دناف خواده لسر وی پرسی گوتو بیجو مشتومران دگن که داخازی لامریکا بکن بشکک لسربازت خوال عراقی بهلید یا نا و گوت ام لنزیگ و کار دکن بو پشتاس کرنا شیان و به حزبونا لشکر و پولیس عراقی ویدا زانین اول سر عراقیان دمینید که دوی واریدا بریارا خواب بدن. I think Secretary Panetta was pretty clear a couple of weeks ago when he visited right after he took over as Secretary of Defense that we are getting very near. از باور دکم که وزیر براونی امریکا لیان پنتا دمی دناف روجت بوری دا سردان عراقی کر گلک بزلالی گود که ام لخالا بریار دانینه و عراقی پیدوی بریارا خواب بدن کات خازن چپکن ام گهش نوی خالی و ام دی بردوام بین که پروسه و کشان سربازان خورتر بکن. البته که دی خالق جی هبت که ایدی ام نکارین گوهرین بسر بریار خوایا و کشانا هیزانده بینین. ادمیرال مولن دازانین که هفبیری هیا که هیچ دناو هیزن عراق دا کلینک پاراستنی هیا سبارت شیانا وان بو پاراستنا ولاتی لی عراقی هزری لهنده دکن که دی وی ریسکی بکن یانجی دی داخازا دانستاندن لگل امریکا بکن سبارت هنده که چند سربازت اخوا او بو چه مدهی لعراقی بهیلن. دناف هف پیوین خدا به تلویزیون الحره ادمیرال مولن اشارت دا نگرانیت امریکا سبارت دسته وردانت بروزیده بونت ایران لعراق جی. I have seen a growing level of activity with respect to Iran in Iraq. We have seen weapons that Iran is very specifically supplying. من آستک چالاکیت برو زیده ایران دا عراق دا دیتنه ما چک و جبل خانه دیتنه که ایران با آوایی که گلک خویا و تایبت ددت گروپ تندرویت شیعین عراقی و ام پینگاوان رادکین دواره دانینا پلانانو دواره هجداریان ده که او چالاکیت دویا بین راوستاندن دراستی دا هنگ جوان چکانه سربازت امریکا دکوژن. سروکی ستونت هف بشن لشکر امریکا گود او ده هر کاری بکن که دویا انجام بدن بو پاراستنا جان سربازت خواه. ادمیرال مولن دازانین که لدمکی دا دمی و کشان سربازت امریکا جا عراق نزیک دبید ایران چالاکین خوال عراق و لحرم زده تردکت. On the one hand, Iran wants to, or says it wants to be a growing, responsible country. And they take steps. جلای که و ایران دبیجید که او تخازید ببید ولاتک خودی بر پرسیارت یک بر اوزیده بونه لحریمه و للا یک دن او با آوای که بردوام پینگاوان راد کد که پشتگیری یا گروپت تندرویت شیعه بکن که به تایبتی باشورا عراق نه آرام بکن او بردوامن لسر پشتگیری کرنا تروریزم لسرانسری حریمه و او لپی در فتح دگرن که حریمک برفلهتر آلوزو نسقام گیر بکن و امریکا نکارت کریاره که قبول بکد که ضراره بگهین تلشکر امریکا. ادمیرال مولن اشکرا کرد که وان او تیبینی و نگرانیت خواه سبارت ایران به حکومت رزدار نوری المالکی را گهاندنه و داخاز لکرنه که سردری لگل و پرسه بکن. لگوت او ناخازید زانیاریت زیده تر بدد لسر کارت که دور نیه امریکا دوی واریدا جی بکد. لدرجه دیدار خدا لگل تلویزیون الحره سروک ستونت هفبشن لشکر امریکا ادمیرال مایک مولن بحث لیبیا جی کر و گود امریکا لوی داویه جواتا دمکیان اجتماعی اپوزیسیون لیبیا به فرمی ناس کر و گود سبارت روشا لیبیا هفدنگی یک ناونتوی هیا. I think it's fair to say that there's a universal agreement that whatever happens in the end here, Gaddafi's got to leave power. از هزر دکم روای بیجین که هفدنگی یک ناونتوی هیا که لداوی هر تشتی رو بده لمعمر قذافی دویا دست صلاتی بردد و نابه باندورا که حبول سرکارو بارد ولاتی هبه یانجی جورگفه که جبو خلکی لیبیا چکت و که یا حتی نها هبویه و هولاتین خواب بکجه. ادمیرال مولن گوت که لگور دیتناوی بخواجی قذافی لسر ریکا جدا هیلان یانجی دور اخستنا جده سالاتیه.
وی زیده کر هرچند امریکا پشکداری خوا یا بهیز ده بزاوت دشگری دا لیبیا کمتر کریه لی او ده بردوام بن لسر آلیکارین خوا به خلک لیبیا و رولا خواه پشتگیری کرنه لبزاوت ناتو للیبیا. دناف وی دیدارا تلویزیونی دا ادمیرال مولن بالکشاند سر روشا یمنی و سوریه جی لدور خوانشاندان دجی حکومت سوریه گوت گلک زلاله که خلک سوریه ایدینا خازید به وی آوایی بجید که حتی نها جیایه و وی آوایی دسالتداری نخازید. لی اول سر حکومتا سروک بشار اسد دمینید کاده بچه آوایی برسیوا وی خواستکا خلک خواه بدد. کماندار پلبلند لشکر امریکا گود رزدار اسد حتی نها جلایه که دبیجید دی ریفورمان پیک بینید جلایه که دن و تا پسری کرنا خلک برفره دکت. And actually, I think that solution, the killing of your own people, is one that accelerates your demise, if you will. In the end, I think. دراستی دا از هزر دکم که او ری چاره که تو خلک خواه بکجی دل نافچونا تا بلستر بخد و لداویه دل سر خلک سوریه بمینید که بریار بدن کاد خازن لپاش روژه بچه آوایی بجین. لداویه جی سبارت بردوان بونا آلیکارین امریکا به هنک ولایت عربی به تایبتی آلیکارین لشکری به مصر ادمیرال مایک مولن گوت بلبرچاو گرتنا روشا بودجه که بگشتی امریکا تدا در باز دبید او هر جور آلیکاری ده به هوشیاری و به آرمانج و دبن چاواندا در باز بکن. Admiral Mullen, thank you so much again for being with Al Hurra. We appreciate that. Thank you. Thank you, Joe. It's good to be with you.